این dudی که دارین میبینین دود آتش سوزیه. Birbirine gazıkladılar birini işte. آها gazıkladılar seni öyle de. دایی کلاه سر ما گذاشت خلاصه. ما گفتش که میرسه بری شاید با ماشین میگفته نیم ساعت. سلام حالتون چطوره دوستان عزیز؟ به کانال خودتون خوش اومدین گلوبال تریپز وید ابو. یادتون نره فالو و سابسکرایب بکنین حتما لایک یادتون نره. امروز یه کلیپ خیلی خوب براتون آماده کردم. یه مسیر کوهنوردی بازم پشت پارک چاملی که خالی از لطف نیست که شما هم ببینین. یه سری منظرهای خیلی زیبا داره که با همدیگه میریم ببینیم با دوست عزیزم گوکان ترک البته با همدیگه داریم میریم. در ادامه ویدیو با ما باشین. خب امیدوارم که همچنان در حال تماشای ویدیو باشین، از این منظره زیبا لذت ببرین. من خواستم تو را ویدیوی سریع بگیرم ولی خب چون 2 نفر بودیم و اینکه و دوستم هم میخواد عکس بگیره با دوربینش و مجبور بودم دوربینم همینجور تو دستم نگه دارم، همینجوری عمودی نمیشد، یکم اذیت میشدم. 45 دقیقه راه است تا برسم به اون بالا که میشه تقریبا 1/3 مسیر. نمیتونستم دستم همینجور نگه دارم، باتریم مصرف میشد. پس تصمیم گرفتم تیکه تیکه براتون فیلم بگیرم مسیر رو، از منظر لذت ببریم همون با هم دیگه. خب رسیدیم به جایی که بعد از 45 دقیقه پیاده روی باید برسیم، ولی خب از یه چند روز قبل یه آتش سوزی شده توی باباکویی تو شمال غرب دنیزلی میشه. یکم منظره پر از دوده. نمیدونم دقیقا از اینجا چی پیداست داخل تصویر الان، ولی چیزی که الان میبینین منظره از دنیزلیه. ما الان دقیقا روبروی سیر تپه هستیم. سیر تپه اون طرف میشه. بذار بیارمش توی تصویر. از اینجا شاید درست پیدا نباشه. اون مجسمه که بزرگ داریم میبینیم اونجا، بذار اون مجسمه خروسه. از سیر تپه هم یه برنامه جداگونه درست میکنم. اونجا هم بام دنیزلی دیگه اومدن، اون بالا رستوران درست کردن، یه سری وسایل تفریح برای مردم گذاشتن که آخر هفتهشون رو بیان و اونجا لذت ببرن. بریم که گوکان گاز گرفته داره میره، ولی ما هم صبر نمیکنه. حاضرین؟ بریم که منظره زیبا رو ببینیم با هم. اون روبرو سیر تپه. این دودی که دارین میبینین دود آتش سوزیه روی دنیزلی گرفته، وگرنه انقدر هم هواش کثیف نیست اینجا. اینم پارک بزرگ چاملی که زیر پامون و دنیزلی تا اون آخر که شهر جدیدش باشه ادامه داره. آتش سوزی هم اونجا دقیقا روبرومونه توی تصویر. مشخصه اونجا. این مسیر رو باید بریم بالا. ببینید وسط درخت‌ها یه چیزی مثل جاده هست اونجا. از اون باید بریم بالا، ادامه داره تا برسه یه مسیر مالرو هست، یعنی اندازه که یه حیوان از اونجا رد بشه. مسیر دوچرخ سواری، موتور سواری، موتور سوارا میان از این ور میان پایین. همینطور کسایی که میخوان پیاده روی کنن داخل کوه، خیلی جالب اونجا. یعنی اون مسیری که میخوام بریم اونجا. افتادیم تو سینه کشی. یه تیکه سخت مسیرش همین یه تیکن که داریم میریم الان بالا. منم فکر نمی‌کردم اینقدر گرم بشه. اینو پوشیدم، پوستم کنده شده. این رد بکنیم دیگه بعدش آسونه، دیگه میافتیم توی مسیر مالرو. همینجور ادامه داره تا 1 ساعت و خورده بعد. این از الان شروع کرده به نقنق کردن. چرا من از این راه آوردی؟ چرا فلان kedi Gökhan bir şey söyle bakayım. Söyleyeyim. Merhabalar. İşte ne diyordun nık. Bu deliyle geldik. Buraya çıkmaya çalışıyoruz keçi gibi. Abunun sayesinde.
Biraz spor yap. Evimizde fıstık gibi oturuyoruz. ما برام ادامه بدیم دوباره بالا ادامه فیلم براتون میگیرم. اوه یک کمی دهنمون سرویس شد ولی اومدیم بالا. خاطر لباس ها یکم گرم هم هست و اذیت شدیم. حالا این مسیر از اینجا بعدش دیگه راحته. میفتیم توی مسیر ما رو اینجا سولن این همینجور دیگه میره. Volkan, bu yolun devamı böyle. Güzel mi böyle değil mi? Bu şekilde devam ediyor ta bir saate kadar. Hıza göre değişiyor tabi. بستگی داره که با چه سرعتی بری که 1 ساعت طول بکشه یا بیشتر طول بکشه. یه روز از داخل پارک اومدم. تو پارک سگ زیاده. سگای دستی هن دیگه. ولی برای خودشون میچرخن اونجا. یکیش راه افتاد دنبال ما. اومد همینجا پشت سر ما راه افتاد اومد از پایین اومد تا اینجا 1 ساعت مثلا خورده راه میشه دیگه. به اینجا که رسیدم زنگ زدم به بابام. داشتم بهش نشون میدادم اینجا رو. این سگ جلو من رفت. یه دفعه دیدم وایساد. این ور اونور نگاه که منم ترسیدم گفتم بالاخره سگ دیگه بهتر میفهمه شاید گراز مراز چیزی دیده اینجا که برگشت رفت اصلا. منم نگاه کردم دیدم چیزی نیست ادامه دادم. بعد دنبال من اومد. گفتم بابا سگ تویی تو باید بفهمی. از چی ترسیدی اینجا که هیچی نیست. دنبال من اومد تا 2 ساعت و خورده 3 ساعت طول کشید. برگشتم تو پارک. بعد دیگه منو بر که رفت دنبال یکی دیگه. بهش نون دادم چی دادم نخورد نمیدونم فازش چی بود. اینجا طبیعتش حرف نداره. این مسیری که داری میبینی اینا دوچرخ سوارا موتور سوارا میان داخلش. از این مسیر طولانی هم هست. ولی خب ما پیاده داریم میریم. پیاده هم میرن البته نه که نمیرن. این درخت قطع شده از بالا افتاده پایین. منظره عالی نیست. خدای عالی نبود اینجا. Güzel değil mi? Böyle ağaçlardan çıkıyorsun bir anda böyle bir manzara. Sen de iyice hayır diyorsun bana ha. Bu yarım saat daha uçuğa kadar yürürüz 12.30'da. Tamam. Sonra Bu yol bak bu yolun dönüşü yok. Sadece gideceksin. ben bulurum dönecek. Gel. Kadar neklekleme. خب اومدیم یه جای عالیه که من باد بیاد نمیدونم صدا چطور میاد داخل تصویر. بذارین دوربینو بچرخونم بهتون نشون بدم پشت منظره رو اینجا. من همیشه میام اینجا تو بهار البته میمدم 1-2 سال نیومدم قبلا میمدم. آویشن جمع میکردم اینجا خیلی آویشن داره. ما اومدیم اینجا مجسمه خروس رو میبینین کجا سیرتپه. ما اینجا پشتش هستیم. نم دنیزلی اینجا هم خدا برای خودکشی هر کی میخواد خودشو بندازه پایین اینجا بهتر اینجا.
راه ادامه داره همچنان با گوکان از اونجا در اومدیم. این مسیر ادامه داره. گوکان داره یه چیزی توضیح میده در مورد کفشش که من چند خریدم وقتی که حقوق حداقل حقوق کارگری نمیدم اینقدر بود اونقدر بود. گفتم اینا خالی از لطف نیست، همونجوری که داریم مسیر رو میریم گوش کنیم ببینیم چی میگه. Tamam devam et. Ayakkabıdan bir şeyler diyordun. Ben mi? Ha. Kameraya mı çıkacak benim dediklerim? Evet evet söyle. Oğlum o zaman söyleyemem lan. Ben işte çekiyorum filmi bozma. Kaça aldın bu ayakkabıları tahmin et. Tahmin edeyim 6 yıl oldu. 5-6 yıl olsa o zaman 400 TL. O zamanlar asgari ücret şeydi. 2400 liraydı. 2400 mü 2700 mü ne? 400-500 mantıklı yani. 3000 lira verdim. 3000 lira. Ha. Ne vardı içinde? Altın mı yapıyorlar? Bugün 20 bine kazıkladılar beni işte. Aha gazıkladılar seni öyle de. Değerli ben sandım. Değerli bir şeydi. O ayakkabı iyi de o kadar etmez. Sonradan işte yurt dışından almaya başladım. Aman. O kazığı iyi. Şimdi işte bunu sadece dağlara giyiyorum. Çünkü şu kenarları yırtıldı. اینجا دیگه درخت‌ها خیلی اومده پایین، باید سرمون رو بیاریم پایین وگرنه یه نیم ساعت دیگه میرسیم به اون جاده‌ای که پایین بهتون نشون دادم. این مسیر همینجور توی کوه ادامه داره. خیلی مسیر جالبیه برای کسایی که تو دنیزلی هستن، البته میتونن بیان استفاده بکنن. برای شماهایی هم که از راه و دور دارین نگاه میکنین میتونه لذت بخش باشه براتون دیدن همچین منظره هایی. البته ما میدونی کجا بودیم؟ اونجا نشسته بودیم. پرچم ترکیه نمیدونم از اینجا پیدا است داخل تصویر یا نه، همونجا نشسته بودیم. اومدیم از رو کوه همینجا با کنار اومدیم پایین. خب این مسیر همینجور ادامه داشته تا اومدیم رسیدیم به اینجا. فکر میکنم از اون اول داخل پارک حرکت میکنیم میاد تا برسی به اینجا بدون جایی که نشستیم داخل راه. یه چیز حدود 1 ساعت و نیم تا 1 ساعت و 45 دقیقه طول میکشه، ولی مسیر برگشتش از این جاده یه حد اکثر بشه 1 ساعت که نمیشه. اونم اینجا میرسه به اون ایستگاه سومشون. ایستگاه سوم میگم اینجا آلاچیق دارن، چشمه هست، درختای که چی اسمش سپیدار هست، چنار هست، گردو گذاشتن، چند تا کاشتن اینجا. جالب اینجا رو بخواین ببینین یا مثلا بیان تا این مسیره بخواین برگردین. برای کسایی که تو دنیزلی هستن تا اینجا بیان و برگردن یه تفریح خوب برای روز یک شنبه. من اینجا حتی یه شبم کمپ زدم، اینجا چادر زدم، شب موندم، فرداش برگشتم. اینجا یه خورده معلومه که پاییز شده، برگ درخت‌ها ریخته. این جنگل چون جنگل کاجه اصلا معلوم نمیشه کی بهاره، کی پاییزه، کی زمستونه، مگه که برف بزنه زمستونش پیدا باشه. ولی جای قشنگیه اینجا. این Sakko'ya. Burada çadır kurmuştum. Bir gece kaldım burada. Burada da. Evet. İyi ya. این چشمش هم الان خوش شده ولی توی زمستون و بهار ازش آب میاد. یه روز یه خاطرم تعریف کنم براتون حالا که تا اینجا اومدیم. یه روز اومدم تا اینجا، همینجا دقیقاً، یعنی برنامه نداشتم که رد شم از اینجا برم بالاتر. یه دایی نشسته بود اینجا، پیرمردی. گفتم که از اینجا جلوتر من نرفتم، کجا میره این بخوام برم؟ گفت این میره جلوتر، میرسه به یه ییلاق، یه نیم ساعت دیگه بریم میرسی. سرسبز دشت نمیدونم ییلاق دارن. و گفتم شاید جایی که گوسفندا و چیزاشون میبرن میچرونن. گفتم نیم ساعت باشه برم، مشکلی نداره. ما راه افتادیم رفتیم، شد نیم ساعت، شد 1 ساعت، 1 ساعت و نیم همینجا پیاده میرفتم.
به هیچی نرسیدم. همینجوری یه جاده بود، سمت چپم یه دره بود، کفش صدای آب میومد، رودخونه بود معلوم بود. هیچ کی دیگه هم نبود، چند نفرمون جلو داشتن میرفتن. خلاصه ما تصمیم گرفتیم برگردیم. یه چند تا دوچرخه سوار دیدم اونجا، گفت ایرانی فارسی صحبت میکردن. گفتم این کجا میره شما میدونین؟ گفتن که این ته نداره، همینجور میره، یه همین شکلی که داری میبینی جاده همینجور میره پایین. گفتم ای نگاه دایی کلاه سرمون گذاشت، یه همه را پیاده. این نمیدونم چرا وسط فیلم برداری یه دفعه قطع شد. تا داییشو من گفتم، دایی کلاه سر ما گذاشت. خلاصه ما گفتش که میرسه به شاید با ماشین میگفته نیم ساعت، من نمیدونم. ما رفتیم، خلاص منظرش هم قشنگ و این طرف خیلی هم میرن برای تو بهار، البته میرن برای جمع کردن ککیک چی میشه، آبیشن، میرن آبیشن جمع میکنن. منم رفتم، هوام خیلی عالی بود، رفتم و برگشتم، ولی خب به اون جایی که فکر میکردم نرسیدم. این میدونم تهش میره میخوره به مثلا یه شهر دیگه، یه روستای دیگه پشت اینه و خیلیا که نه، هر کسی راه نمیدن توی جاده بره، چون از داخل پارک باید بیان برن بالا، ولی میان و از اینجا رد میشن با ماشیناشون میرن. خلاصه که این هم خاطر جالب بود برای ما. حالا ما این مسیر رو داریم برمیگردیم، شاید حدود 45 دقیقه تا 1 ساعت هم طول میکشه برگشتنش، برای از داخل این جاده باید بریم دیگه. از توی جاده خاکی باید برگردیم، نه مثل اون مسیر مالوی که بالا بود. Gidelim mi? Hadi gidelim. Bundan sonrası ben bir kere gittim. Buradan sonra Ha. şelale var işte bu yol. Valla ben işte dedim 1,5 saat ben gittim. Şelale melale istasyonu hiçbir şey yoktu. İşte bu yoldan ayrılmadım ki. Bu yola devam ettim ben. Demek ki ayrılacak. Doğa grubuyla mı gittin? Ha. O zaman ben bilmiyorum. Yılbaşında gittim. Karides yaptım. Karides orada. Ha. کاردس میشه میگو. با یه گروه کوهنوردی که منم قبلا باشون میرفتم، رفتم میگه از این مسیر میرسم به یه آبشار. Görmüş. Anlamadım. Herkes sucuk falan getirdi. Ben de değişiklik olsun diye karides götürdüm. Bir küçük karides kötüydü. Bugün karides. همه برای خودشون سوسیس آورده بودن، کباب کردن یا پختن خوردن. این برای خودش biliyorum işte İran'da onu sosis diyorlar. Vallahi mı? Evet. Sosise ne diyorsunuz? Sosis işte. Hepsi mi sosis? Hepsi sosistir. Böyle sizin bildiğiniz işte neydi bu sucuk. Ondan ben görmedim İran'da. Yani ben Sucuk bilmiyor musunuz? ben görmedim. Bak ben görmedim. Bilmiyorum. Belki de varsa. Ne demek? Bildiğiniz bu küçük sucuk sosisler yok mu onlardan? Yok. Ha, sucuk. Bu sucuk yemiş. میگم چی؟ سوسیسه کلفت از اونها برداشته برده. همه از اونها خوردن، این رفته میگو به خودش برده تو کوه پخته خورده. Ha. Ben sucuğu Afyon'da yiyeceğim. Buradakiler güzel değil. Öyle mi? Evet. Canım çekti. Biz- Buraya geldim geleli sucuk yemedim. Biz bu işi bilmiyoruz. Ne yapalım? Düşün yani Afyon'la buranın arasında ne kadar fark var. Burada sucuk yok. Yani satılanlar sucuk var. Afyon'un tabii sucuk. Yumurtalı sucuk. Şimdi Afyon'da olsaydı biz arkadaşlarla bir doğa çıkıyoruz ya. Hı. Yanımıza mutlaka bir kangal sucuk alırdık. Gittiğimiz yerde ateşi yakar, hemen ateşin üzerinde pişirir, ekmeğin arasına koy. Of mis gibi ha. Burada yok. این سر دوربین هم نمیچرخه، بلکه گوکان هم بنزین داخلش پیدا باشه. هرچی هم میچرخونیش دوباره برمیگرده رو من. رئیس خلاصه که چی داشت میگم، رفتم با این گروه بالا. اونجا یه آبشار بوده. این گروه من میدونم راهنما دارن، 3-4 نفر 5 نفر هستن، جلو یه نفر میره، چند نفر دیگه تو مسیر گروه، با بقیه گروه میره 70-80 نفرن. اونا جا رو بلدن. مثلا توی جاده اصلی میری یه دفعه یه جا چپ راه میکنن، این مسیر ما رو میرن بالا، همینو میرسه به شلاله یا هر جایی که میگه. ولی من از این مسیر اصلی توی جاده خاکی خارج نشدم، برای همین نمیدونم این چیزی که میگه کجا است. خیلی جای دیدنی و طبیعت قشنگی داره و دنیزی، ولی باید بلد باشی با گروه بری اینجور مسیرها داخل کوه تنها نمیشه بری. خب من الان قطع میکنم، حالا یکم جلوتر که رسیدم به اسکا بعدی دوباره فیلم میگیرم براتون. این چشمه شیرم براش گذاشتن اینجا. قبلا همینجا آب ولول میرفت، ولی الان شیر داره. اینجا ایستگاه دومیشه. از اینجا بعد یه دونه دیگه هم هست، بعدش دیگه میره داخل پارک.
اینجا هم نمیدونم تو تصویر پیدا یا نه که فکر نکنم مسیر صخره‌نوردیشونه. از جای قلاباشون من دیدم اینجا میان اینجا صخره‌نوردی میکنن. این هم اینجا لش تایم کرده برای خودش، لش کرده ها. شب تا صبح دنبال همدیگه تو پارک و یه بربر، روزم که میشه اونو gördün mü? Da tırmanıyorlar buradan. Gerçekten mi tırmanıyor? İşte görmüyor musun o kollapları orada? Ben de tam onu diyecektim. Tam tırmanmak için. Tırmanıyorlar. Adam dümdüz bir taştan yukarı gidiyorlar. انسان بودن. خب دوستان، من خواستم قبل از اینکه ویدیو رو تموم کنم مسیر کوهنوردی رو بهتون نشون بدم. اینجا شاید خیلی خوب پیدا نباشه ولی این دیگه از این بهتر نتونستم درش بیارم. اگه این بالا نگاه بکنین اینجا باغچه حیوانات میبینین. این باغ وحش داخل پارکه. خب از پشت باغ وحش اگه بیاین یه مسیری هست اینجا میبینینش، اینجا میاد تا بالا میرسین به اون مسیر اصلی که همه میرن کوهنوردی که نوشته دنیزلی اورمان بولگه. اینجا حتی همین کنار این طرف میشه ولی ما از این مسیر نمیریم. خب جایی که باید بریم این طرفه، این مسیر رو باید بیایم بریم بالا. اینو که ادامه بدیم میرسیم به اینجا. اینجا جاییه که بهتون نشون دادم، گفتم دنیزی زیر پامون آتش سوزی شد و اینا. اینو باید برگردین اینجا، میایم پایین. از اینجا که رفتیم بالا برمیگردیم پایین. اینجا جایی که ما استراحت کردیم یه پرچم ترکیه هم اونجا بود. اینجا دوباره این مسیر ادامه پیدا میکنه میاد همینجور داخل کوه تا میرسه به چشمه سوم. اینجا دیگه با مسیر جاده باید برگردین که میرسیم به این ایستگاه اول و دوباره برمیگردین داخل خود پارک. این امیدوارم متوجه شده باشین دیگه. از این بهتر نمیتونستم اینو بکشمش. این مسیر بوده که اون روز ما رفتیم. خب رسیدیم به ایستگاه اول که از این ور بیه میشه اول، از بالا که برمیگردیم میشه ایستگاه سومی. اینجا الان برگردونم دوربینو. از او بالا از او آخر ما اومدیم. الان از مجسمه خروس یکم پایین ترین. این مجسمه خروس که میرم اونجا باز فیلم میگیرم. محوطه پایینش اینجا این هلیکوپتر مال اداره محیط زیسته که الان آتش گرفته میرفته خاموش میکرده. نمیدونم چرا اینجا تعطیل کرده نشسته. این طرف هم اداره محیط زیسته این ساختمون. اون پشتش هم این هم دانشگاه پاموکاله، بیمارستان پاموکاله و ادامه شهر. دیگه از اینجا ما باهاتون خداحافظی میکنیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از فیلم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. این باعث میشه که بقیه هم این ویدیو رو ببینن. این پارک چاملیک هم ادامه داره تا پایین. ما دیگه از اینجا برمیگردیم دیگه با گوکان میریم داخل پارک و دیگه تا هفته دیگه. خداحافظ.